تبلت رو میدم خدمتتون، یه سری عکس براتون میفرستم، به عکس ها نگاه کنید، بعد نظر بدید و گپ بزنیم با هم. بلند بخونید لطفا. مردان مجرد عراقی و سیره در مشهد. چه قضیه سیاسیه، نگیرنمون. نه نمیگیرنت. خیلی قبلا هم در مورد شنیدم، ولی از کجا شنیدی؟ آدم عصبی میشه. توی تلگرام، کانال‌های مختلف تلگرام، توی اینستا، بیشتر تو فضای مجازی دیدم. از کجا بدونم راسته؟ خیلی از خبرگزاری‌های داخل و خارج این خبر رو منتشرش کردن. دیدم، خیلی هم دیدن. بله. کجاش راسته؟ الله اکبر. خبرش درسته. خب من به نظرم بیشتر چیزایی که تلگرام میگه بیشتراش درسته. حتی وقتی مطمئن‌تر میشم که اینو توی رسانه ها چی میکنن، تکذیبش میکنن. به نظر شما چرا یه سری این کارا رو میکنن؟ من احساس میکنم یک درصدشون نیاز مالی هست. خب دخترها که مجبور نیستن این کار بکنن، میتونن قبول نکنن. یعنی حتما یه جوری خودشون هم دوست دارن این کارو دیگه که این کارو میکنن. شاید. حالا نظر شما در مورد عرب‌ها و عراقی‌ها چیه؟ زیاد قبولشون ندارم. توی یک کیسه گندم 4 تا دونه خراب که دیگه آفت حساب نمیشه. آفرین. من کیسهشون ندارم. چرا؟ چون آدمای کثیفی ان. خب و اصلا باطنا آدمای درستی نیستن. آدمای خوبی ان. از ایرانی‌ها بهترن. از ایرانی‌ها بهترن؟ خیلی ها میگن عربا پستن، نجسن، کثیفن، اخن، جیزن. تو ایران هم هست. پستی و نجسی تو ایران هم هست. من دیگه حرفی ندارم. عربا خیلی کثیفن. خب خیلی کثیفن، ازشون خیلی بدن. حتی سر سوزن هم لیاقت اینا ندارن که آدم براشون خرج کنه. حتی الان به نظرم لیاقت اینا ندارن که در موردشون فکر کنم و حرف بزنم. اینقدر آدمای تنفر برانگیز و کثیفی ان. حالا که اینطوری میگین، مگه پدرکشتگی دارین با عربا؟ مالتونو خوردن. مالمونو خوردن. دست شما درد نکنه. حالا به نظر شما محبت ما ایرانیا بیشتره یا عراقیا؟ 100% ایرانیا. آها. اصلا عراقیا محبتی ندارن، فقط چسبیدن به ما که بخوان یه چیزایی بگیرن، همین. باهاشون برخورد داشتم، بعضیاشون خوبن بعضیاشون بدن. به نظر شما عربا به ما رحم میکنن؟ فکر نکنم. خب یه عکس دیگه براتون فرستادم، اگه میشه بازش کنید و بخونید برامون. خانوم بلند بخونید، بلند. زائرین ابو عبدالله سلام علیکم. خواهشمند است قدم رنجه بفرمایید و در منزل بنده غذا میل کنید. استراحت کنید، حمام کنید، لباسای خود را بشویید، خاک پای خود را سرمه چشم. مجانن. یعنی مجانی. حالا فکر میکنید این برای کجاست؟ این فکر کنم خود عراق باشه. کجاش دقیقاً؟ حتما تو مسیر اینایی که پیاده میرن دیگه، کربلا و اینا. بله. من پدرم و داماد بزرگم الان اتفاقا جزء زائرین از این کربلا هستن و خیلی هم در تماس باشون هستیم. همشون میگن موکب دارن و خیلی ما رو تحویل میگن، خیلی آدمای خیلی خوبی هستن. نه تا الان شنیدین اونجا چی کارا میکنن؟ بله شنیدم که همین چیزا دیگه غذا میدن. یه عکس دیگه براتون فرستادم، بازش کنید ببینید. دستشون درد نکنه. پا میشورن، ماساژ میدن، کفش تمیز میکنن. بیچاره. قربون صدقه بچه تو عکس میرین. شما چطور اینو برامون توصیف میکنید؟ مثلا از یکی بپرسی که یه جا میری ماساژ میدن، حمام مجانی داره، تور مسافرتیش مجانی، غذا مجانی، آدم همش فکر میکنه بعد به تایلند، مالزی اینجور جا بره، ولی انگار یه چیز شبیه اون چیزاست. بله. همین کار باید تو امام حسین بشناسید. چطور؟ یه آدمی به عشق زائر امام حسین همچین کارو میکنه، یه همچین کاری که شاید از نظر یه سری آدم کار خفت‌باریه که پای یارو رو مثلا ماساژ بدی یا فلان، کار خفت‌باریه، اما اینو با افتخار انجام میده. یعنی اینقدر امام حسین دوست دارن نمیشه که به خاطر امام حسین شدنی نیست به نظر شما؟ یعنی امام حسین انقدر لیاقت نداره که اینا برای زائراش این کارا رو بکنه؟ خب چرا 100%؟ ولی خب از عربا بعیده اونایی که حالا که شده. آدمای با سعادتی هستن آدمایی که این کارو میکنن و ربطی به نژاد، ملیت و قوم اصلا نداره. اصلا اینا انسان‌های پاکی هستن که ایمان و عقاید خودشونو دارن. به امام حسین خیلی ایمان دارن. حاضرن به خاطر اونایی که پیاده میرن کربلا هر کاری بکنن.
فکر نکنم بعضی حاضر بشن برای پدر مادر و بچه‌های خودشون همچین کاری بکنن، ولی برای ظاهر امام حسین میکنن. بله. حالا اگه یه عراقی بیاد ایران بخواد بره مشهد، شما این کارو براش میکنی؟ چیکار؟ نه اصلاً. به نظر شما چه چیزی باعث میشه عراقی‌ها یه چنین کارایی بکنن؟ عشق به امام حسین. حالا نیاز نبود جملتون رو سوالی بگید، خبری بگید برامون. عشق به امام حسین. تا حالا اربعین کربلا رفتی؟ نه. دوست دارین که برین؟ پیاده روی؟ اگه پاش بیافته میرین؟ آره. 4 تا اربعین رفتم کربلا. 4 تا اربعین رفتی کربلا. به همون بگو اونجا عراقی‌ها چی کارا میکنن؟ والا از راه نجف به کربلا که داری میری حدوداً 2 روز تا 3 روز راهی. این 2 روزی چیزی به غیر از محبت نمیبینی. هر چیزی که میبینی عین محبته. انگار نمیدونم چرا، ولی این چند شب وقتی بچه‌ها من اینستامو باز میکردم کلا عکس حرم بود. بچه‌ها همه استوری، پست، لایو میذاشتن. به خدا قسم وقتی داشتم میخوابیدم تو رخت خواب خودم داشتم گریه میکردم. چرا؟ نمیدونم چرا. من خودم اینجام ولی این دلم اونجاه. همه رفیقام رفتن، همه‌شون رفتن. یه سلام به ابا عبدالله بدیم با هم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله. و علی الارواح التي حلت فناء علیک منی سلام الله ابدا ولا جعله الله آخر العهد من زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. یعنی به تو رسیدم، یعنی نفس کشیدم تو خاک سرزمینه، یعنی تموم سالو همیشه بیقرار